سلام برسه دوستای عزیز، امید که جور صحتمند و در کنار عزیزانتان باشه. دوستان ما امروز یک کباب دیگه خیلی خوشمزه جور کردیم. باور کنه که استخوانش جدا میشه. ببینید چی یک کباب آمده است، بیخی نرم و ملایم. و این کباب از گوشت گاو است دوستا. قبرغه گوشت گاو کباب جور کردیم و بسیار یک کباب خوشمزه بود دوستا. باور کنه که هیچ دیگه چقدر هم بگیم کم از دربارش. فقط به یک چند چیز ما ضرورت داریم. بسیار یک کباب ساده عادی که مو طعم خود کباب داشته باشد و مسالجات هیچ چیز درش استفاده نکردیم. فقط یک چند مساله است که درش استفاده کردیم. میریم دوستا به طرز تهیهش که ما این کباب خوشمزه را چه قسم جور کردیم. میریم دیگه به طریقه جور کردنش. همراه ما باشه دوستای عزیز. بریم بخیر دیگه که به کدام مواد ها ما ضرورت داریم. در قدم اول گوشت گاو است، قبرغه است دوستا. ما فقط نمک درش اضافه کردیم، کدام چیز دیگه نه. نمک اضافه کردم بالاش و کمک مرچ سیاه هم بالاش اضافه میکنیم. مرچ سیاه دوستای عزیز، مرچ سیاه هم بالاش اضافه میکنیم و هر دو طرفش. مرچ قضیات نه دیگه برابر شما به اندازه که ضرورت است درش اضافه میکنه و نمک همین قسم و هر دو طرفش. این طرف دیگر هم دو دادم، دی طرفش هم نمک اضافه میکنم و یک کمک مرچ سیاه اضافه میکنم و ایره بادست نقسم خوب مساجش میتیم دوستا. و من اینجا روغن برش ماندیم، روغن خوب داغ شده است، در روغن اضافه میکنمش و هر دو طرفش باید نمود خوب سی گلابی سرخش کنیم. یک طرفش دیگه طرفش هر بغلش مثال استخوان دارد، بغلایش هم دور میتیم. ایره خوب سی سرخش میکنیم دوستا. این دیگه بخیر سرخ شدن است و یک تا زغال هم میگیرم. من تیار زغال اونجا روشن میکنم، میمانم که زغال در بگیره و روشن شود. خوب سی بازمی بوی زغال هم بش میتیم که بیخی طعم خود کوری کباب باشد. و این دوستا دیگه هر دو طرفش چهار طرفش دیگه کباب ها سرخ شد. خوب سی میره حالا در یک مشقاب میکشم همیشه و بعدا از امی روغن که ما سرخ کرده بودیم روغن اضافه یک کمک ده دی بخار مندازیم. در دی بخار مندازم و این امی گوشتاره که سرخ کرده بودم هیره بالاش اضافه میکنم همیشه دوستا. یک گلاس آب درش اضافه میکنیم. گوشتاره که ماندیم یک گلاس آب درش اضافه میکنیم. یک کمک نمک، زیاد نه، نمک بسیار کم چون قبل نمک هم اضافه کرده بودم. یک کمک نمک اضافه میکنم و دو قوزه سیر. ما سیر قبل پاک ستره شستمش و سیر هم در بینش اضافه میکنیم. والا سر دی بخار بسته میکنیم. به مدت 10 دقیقه میمانیم که این خوب دم شعله تیز میمانیم. بعدا به مدت 30 دقیقه نیم ساعت ایده بسیار حرارت خاموش میکنیم. این دیگه در 40 دقیقه آماده شد. هم زغال در یک آلومینیوم فایل هم تو کاسه جور میکنه. به 10 دقیقه کمک روغن مندازی، به 10 دقیقه میمانیش که خوب دم بگیره دیگه. اینا دوستا کباب خوشمزه تیار شد. مرچ خشک سبز درش اضافه کردم، کمک نانا است و غوره انگور. این دوستا دیگه بسیار یک کباب خوشمزه. تا ببینید استخوانش جدا میشه. بسیار یک کباب فوق العاده خوشمزه، نرم، همه قسم جوسی، بسیار خوبش آمده. هم از گوشت گاو. از دوستا شما میتونید گوشت گوسفند باشه، هر گوشت گوسفند باز هر چیزی که دوست داشته باشه، ولی من از گوشت گاو براتون کباب جور کردم و این خاطر که شما ببینید که چقدر از گوشت گاو هم ما میتونیم کباب جور کنیم. اگه به این شکل جور کنه اینم قسم بسیار نرم میه که در دهنتان آب میشه و لذت حسبش میبره. و مکمل ویدیوش ما در چینل یوتیوب هم از دوستا برید در چینل یوتیوب ببینی و چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنی برای هم قسم بهترین ویدیوها. خدا کنه خوشتان آمده باشه. سابسکرایب فراموش نکنید دوستا. وقت خوب و خوش داشته باشه. خداحافظ همتون.